الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. برادرای محترم، در درس چلم عقیده رسیدیم. درس چلم عقیده الحمدلله درسایی است که کسایی که در درس ها اشتراک کردن و از طریق CD ها از استفاده میکنن تمام مشکلات و عقیدتیشان حل میشن. و درس قبلی ما و شما درباره استعاذه بود که انسان مسلمان چه قسم پناه میجویه و گفتیم که مشرکین در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم آمد چه قسم مشرکین به چه مرضهای مبتلا بودن. و همچنان آخری درس مایی بود که آویزان کردن تار یا پارچه های از سنگ یا پوشیدن انگشتر یا کره به خاطر شفا و به خاطر چشم زدگی و گپا، در این هم گفتیم که احادیث زیاد آمده بود و این احادیث به خاطر که کلش موضوعات عقیدتی است. همیشه وقت انسان حتی شما در بعض مسائل وقت مسئله را پرسان میکنین، مثلا یک کس مریض است، این مریض وقتی که میره پیش دکتر چشم، این دکتر چشم زیادتر ترکیزش سر چشم است. خب شاید در پالوی از او دیگه چیزایش هم روان بکنه، دکترایی که هوشیار هستن و بسیار دقیق کار میکنن باز برشان میگه شما برین دیگه معاینات فشارش و مثلا قلبی گپایش هم معاینه میکنن، بعد از او برش چشمش تداوی میکنن. اما بعضی دکتر صاحبا هست اونا بی تفاوت هستن، وقتی که مشکل چشم داشت دیگه امراضش در نظر نمیگیره، زیادتر دواهای چشم برش میتن. اگر یک نفر مثلا گوش درد است، دکتر که متخصص گوش و گلو هست او برش همون دوای گوش میته، اما ای که چشم از این چقدر مشکل داره زیادتر خود از همون دکتر متوجه از این نمیشه و مسلک شام نیست، توجهش زیادتر به اون نیست. اینال در موضوع بعضی از مسائل که است، مثلا خصوصا در این تعویض و تعویض گرفتن و استعاذه و گپا، اینجا هم علما دو قسم غالبا مکی دیدم در کتابا و ترایشان دو قسم نظر میتن. بعضی از علما هستن از دیدگاه فقهی ارزیابی میکنن، از دیدگاه عقیده متوجه نمی باشن چون رشتهشان فقه است و زیادتر فقه خواندن، اما مسئله جواز و ناجوازش از دیدگاه فقهی سیل میکنن. اما اگر عین مسئله را از دیدگاه عقیده انسان سیل کنه باز برش مشکل زیاد پیدا میشه. مثلا یک عالم فقیه هست، وقتی که شما میرین برش میگین والا برادر اگر یک کسی تعویض اویزان بکنه و این مریض است و میخواد که مثلا یک سوره فاتحه را یا قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس قرآن نوشته کنه، چیز دیگر نوشته نکنه و همین تعویض اویزان بکنه در سر طفل خود یا در گردنش، چی مشکل داره؟ این عالم چون رشتهش عقیده نیست، رشتهش چی است؟ فقه است. از دیدگاه فقهی ارزیابی میکنه. خب از نگاه فقهی تو وقتی که پیش خود فکر میکنه اگر یک نفر قرآن عظیم الشان در یک ورق نوشته کرد در کاغذ و این قاط کرد و در گردن طفل خود اویزان کرد، چون طفل قرآن خوانده نمیتونه، از نگاه فقهی و اجتهاد میکنه، میگه پروا نمیکنه. و بسیار از علما مثلا فقها را میدیم دمی قسمت گفتن پروا نداره. خب عالی این مشکل دی عالم است و یا مشکل نه، این عالم از نگاه فقهی را نظر کرد، لکن وقتی از نگاه عقیدتی میایم سرش بحث میکنیم باز از نگاه عقیدتی باز این مشکل خود داره. چی مشکل داره؟ از نگاه عقیدتی وقتی که انسان مسلمان قرآن شریف در تشناب کت خود میبره، یک جلد قرآن شریف مثلا یک دار میگیره و این کت خود تشناب میبره، از نگاه عقیده سر از چی حکم میشه؟ برش گفته میشه که تو چرا قرآن به تشناب بردی؟ میگه من کلمه میخوانم. چطور کلمه تو و ایمان تو را اجازه داد که قرآن شریف در بیت الخلا ببری؟
همین سوال پیدا میشه. باز علمای عقیده این قسم ارزیابی میکنن. متوجه شدین باریکیره؟ عالم که تخصصش رشتهش فقه هست و از نگاه فقهی میگه مثلا همین مریض است، قل اعوذ بالفلق و قل اعوذ برب الناس دمی کاغذ نوشته کرد و آویزان کرد در گردن خود، چی پروا داره از نگاه فقهی؟ میگن از خوب است همین مریض خوب شوه. اما از نگاه عقیده وقتی که ارزیابی میشه، باز در کتاب‌های عقیده برعکس از علمای عقیده باز برعکس از این نظر میته. میگه خب این که تو میگی مریض است، عالم از نگاه ازی که امی یک مسلمان قرآن شریف گرفت که خود در دست خود و برد بیت الخلا و تو دیده که یک نفر از تشناب برآمد در دستش قرآن شریف است، علما میگن این نمی کافر شد. میگن من کلمه میخوانم، میگه من ایمان دارم. میگه اگه تو ایمان میداشتی ایمانت اجازه نمیداد که قرآن در تشناب ببری. این چه قسم تو ایمان داری که تو را اجازه داد که کتاب رب العالمین گرفته و در دستت و در تشناب ببری؟ از این خاطر علمای عقیده حکم کفر از این میکنن. خب وقتی که ما قرآن شریف کاملا به تشناب بردن نمیتونیم، آیا یک سوره یا دو سوره قرآن هم میتونیم ببریم به تشناب؟ پس اینال قرآن خودت نیست که ما بگیم قل اعوذ بالفلق و قل اعوذ برب الناس یا سوره فاتحه را برد خیر است. قرآن است، یک آیت قرآن هم قرآن است و کل قرآن هم قرآن است. پس او حکمه که برای یک به کل قرآن میشه، به یک آیت قرآن میشه. خب این نفر وقتی که قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس یا سوره فاتحه را یا آیت الکرسی را در کاغذ نوشته کرد و این در گردنش خود انداخت، شکش رفت در تشناب یا خودش انداخت خودش رفت به تشناب، اینجا چی مشکل برش پیدا شد؟ اینجا گپ سر نوشته کردن قرآن شریف در کاغذ نیست، گپ سر بی‌ادبی است که قرآن توهین کرد، تحقیر کرد، قرآن برد داخل تشناب. از این نگاه استهزاء در باب استهزاء و توهین در عقیده خوانده میشه. بعضی کسایی که شله هستن که این در تعویض قرآن نوشته می، این که در تعویض اگر نام فرعون و نام شداد و یا نام جن و نام دیو و نام ملائکه و نام پیغمبر نوشته شده و پناه به غیر الله شده، این خود شرک است. بعضی کسا میگن نه دمی تعویض قرآن من نوشته میکنم. وقتی که تو قرآن نوشته کردی، شاید یک عالم فقه تو را بگه که مشکل نیست از نگاه فقهی، لکن از نگاه عقیده مشکل است. چرا اینجا در باب مرتد کی میشه؟ میگه کسی مرتد میشه که مثلا یک کلمه کفر از زبانش خارج شوه و کسی مرتد میشه که به یکی از مقدسات دشنام بده یا توهین و تحقیر بکنه. یک شخص آمد در یک مجلس، صحابه کرام 6 تا بودن، یک صحابی دیگر گفت اون وارا سل میکنی، صحابه کرام هم هستن، رسول اکرم صلی الله علیه و آله از کلش آنجا 6 تا. خود صحابه کرام خود نبود مثل عصر ما و شما وارا که قاری است و قاری نیست تخصص داشته باشه، کلشان قاری قرآن بودن، کل صحابه کرام قرآن میخواندن. حالا که مثلا اهل حدیث، والا اینی حدیث اگر تو چی هستی؟ اهل حدیث هستی. خیلی تو چیستی؟ تو اهل گرنگ هستی؟ تو اهل بت پرستی هستی؟ آل وقتی مسلمان از قرآن پیروی میکنه و از حدیث پیروی میکنه، آل در افغانستان اگه بر یک نفر حدیث بگوییم میگه این اهل حدیث است. خب وقتی که پیروی از حدیث اهل حدیث ساخت، پس تو پیروی از چی میکنی؟ این که حدیث پیروی میکنه اهل حدیث شد. تو چیستی؟ من اهل حدیث نیستم. خیلی معلوم میشه تو از گرنگ پیروی میکنی. خیلی تو باید نامت اهل گرنگ بنی. اینی اصطلاحات خطرناک پیدا شده که مسلمان‌ها رو در بین جدا ساختن. خلاصه ای که در باب تعویض که وقتی گفتیم که یکی پناه جستن است و یکی پناه دادن و تعویض پناه دادن بود، این درس سابقه را ما و شما خوانیم. از این خاطر ما و شما دیدیم که اینمی که مثلا بعضی کسا پناه می بردن به موره، این مشکل آویزان کردن از این در چی هست؟ یعنی شاید بسیاری کسا از نگاه من خودم وقتی که ظاهرا فکر میکنم، خب یک نفر موره را گرفت در سر باربندش رو خود آویزان کرد، یک نفر یک کره را آورد در دست خود آویزان کرد، یا انگشتر را یا گفت این عقیق سوچه هستی در انگشت خود آویزان کرد، یا رفت یک تار گرفت از گرد یک قبر یک تار دور داد، یک تار آورد در گردنش خود انداخت. اگر از نگاه نظریات بگیم همین چی پروا داره؟ هیچ پروا نداره. اما وقتی که میم از نگاه عقیدتی سر از این بحث میکنیم
که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحابه کرام در سر ازی بسیار جدی بودن. چرا جدی بودن؟ چون اونا میفهمیدن که این مسائل تار آویزان کردن یا مور آویزان کردن یا انگشتر را پوشیدن یا کره را پوشیدن که بعضی کسا میپوشن، یا در نیتشان مطلق فقط پوشیدن کره نیست. حالا مثلا ما بریم میادن کره خوشم آمد دستم پرت میگم والله کره خوشم آمد ایره چیز کنم، این حال این من اشتباه کردم بودم ساعت باید در کدام دست بسته بکنم، راست یا چپ؟ چرا؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله دست چپ را خوش داشت یا راست را؟ که دست راست او میخود و که دست چپ؟ پس رسول اکرم در کل چیز تیامن خوش داشت، یعنی راست. پس ساعت آدم در کدام دست بسته بکنه؟ اگر میخوای که یک سنت پیغمبر سم اینال ساعت اگر تو گرفتی قسمی پوشیدی از ساعت استفاده کردی، اما اگر این ساعت تکشیدی در دست راستت کردی چی فایده کردی؟ یک سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله چی کردی؟ تطبیق کردی. و مخالفت، جزاک الله خیر، مخالفت با کفار آمد، چون کفار همیشه دستان چی است؟ اینال هر کس که تو را ببینه که دست راست داشتی اینال ایرام کسایی که اهل گرنگ است باز میگه کی کارا کی میکنه؟ اهل حدیث میکنه. چرا پیغمبر کردن حدیث از کی است؟ از پیغمبر. فکرتون باشه اهل گرنگ با سرتان انتقاد میکنه، کسایی که از گرنگ اون دو پیروی میکنه، اما کسایی که از قرآن و حدیث پیروی میکنه باز حدیث رسول الله چی رو زیاد دوست داشت؟ تیامنه. کت دست راست آب بنوشی، کت دست راست غذا بخوری، کت پای راست داخل مسجد شوی، کت پای راست داخل خانه شوی، لباسک میپوشی. رسول الله گفت اول آستین راست داد بپوشی. اینی کل چی است؟ کل کارهای کی است؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس ایناله خب آل گپ سر چی آمد؟ گپ سر ازی آمد که خب پوشیدن کره از نگاه ظاهری هیچ پروا ندارن، انگشتر از نگاه ظاهری هیچ پروا ندارن، تار از نگاه لکن از نگاه عقیده پروا داره. چرا از نگاه عقیده پروا داره؟ که در عقیده وقتی که یک نفر در اینجا خود یک چیز را بسته میکنه، یک چوبه یا مثلا این به عقیده شیعه است که در عصر جاهلیت میقسم عقیده بود که یا به این چیزا پناه میبردن، اما مسلمان به کی پناه میبرن؟ به الله پناه میبرن. پس مشکل ایجاد کرد، مشکل پناهجویی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله میگی. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله گفته. این حال وقتی که پیغمبر قل اعوذ برب، ببین قل اعوذ برب، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، کلش پناه جستن به الله هست. این حال مشکل عقیده در کجا پیدا میشه؟ که در این کره و ترا که این مردمایی که رویزان میکردن به این چیزا پناه میبردن. نمیگه که طفل مرا الله حفظ میکنه، میگه این امی مورگکی رو حفظ میکنه، امی چیزی رو حفظ میکنه. نمیگه که مرا الله شفا میده، میگه امی کره سوچه است ایره که رویزان کنی باز ترا چی میکنه؟ حفظ میکنه. این شانه چی است؟ میگه ولی به خاطر از اینکه این مرا خوب حفظ میکنه. پس این در حقیقت عقیده ازی خراب شد، ایوازی که به الله پناه بره، به چوب پناه برد، به موره پناه برد، به تار پناه برد، به کاغذ پناه برد، به اینی چیزای به استخوان پناه برد. حتی ما یک جای رفتیم یک نفر بچه یک خدا سنت کرده باز امو قطع شدگی از رو گرفته در پایش بسته کرده. این چرا میگه این بلاگردان است؟ ما گفتیم این بلاگردانه چرا خیکندین؟ من بوده که اما تو بلاگردانش در بلاگردان می بود. اما مشکل است که چی هست؟ از این خاطر اینی گپ ها مشکلات چی پیدا میکنه؟ مشکلات اعتقادی. از این خاطر ما شما دیدیم که صحابه کرام در قسمت حلقه و تار و ایگپا که بود بسیار غلظت کردن. حتی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چی کرد؟ وقتی که آمد در خانه خود دید که من نمیفهم، گفت خانمی از اعضای خانوادهش که خانمش بود یا خواهرش بود هر کس بود، این کمی دید که این چیزا دمی کردن خدا ویزان کرد، گفت اما تا آمد با غلظت می گرفت کندشه وسو انداخت. گفت خانه در خانه ما آثار شرک و ایگپا به این اندازه در فامیل خود غلظت کردن. اما شما کوشش کنین، بعضی کسا هست که بعضی جای میرن، من خواهش کردم از جوانای محترمی که عقیده را 40 درس عقیده خواندن، لکن شما عواقبش میفهمین، مردم نمیفهمن. از این خاطر شما که مردم تندی نکنین، اول بفهمانین که خواهر عزیز، برادر عزیز، خوب برش نیم ساعت بفهمانین اینی مشکل داره، اینی مشکل داره و برش باز آخر تقاضا بکنه میره بکن و سپرت. اما اگه تو خودت میری فولا عکس العمل نشان میدی، این خوب نیست. و بعضی جوانا اکثرا تو چی میکنن؟ اینا وقتی که عیب ها در اونا داشتن، پس موحدین اونا چه قسم پناه میجستن؟ خب از موحدین قرآن عظیم شان بر ما بیان کردن. چی میگن؟
مثلا در قصه های پیغمبران نوح علیه السلام چه قسم دعا کرده، چه قسم پناه بردن؟ قال ربی اینی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم. نوح علیه السلام چی گفت که گفت رب ای پروردگار من، اینی من اعوذ بک، من به تو پناه میجویم. پس قرآن عظیم شان چرا پناه جستن نوح علیه السلام بر ما نقل کرده در قرآن؟ به خاطر ازی که ما که عقیده خدا از قرآن میگیریم باید پناه به الله بجویم، مثل می پیغمبرای یکتا پرست. نوح علیه السلام به الله پناه برد. باز می مثلا موسی علیه السلام چی میگه؟ دیگه پیغمبر یکتا پرست میگه، موسی علیه السلام میگه که قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. پس موسی علیه السلام هم به الله پناه برد. خب میم و قال موسی اینی عذت بربی، میگه موسی گفت که من پناه بردم به پروردگارم. اینی عذت از اعوذ گرفته شد، پناه بردم به کی؟ به ربم و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. یوسف علیه السلام چی میگه؟ میگه معاذ الله، اعوذ کلمه عوضه اینجاست، معاذ الله، پناه به الله، انه ربی، اوست پروردگار من. خب خانم عمران که یک زن موحد است که در قرآن عظیم شان زنای موحده هم نامایشان گرفته، اینجا چی میگه؟ میگه و اینی سمیتها مریم و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. پس این خانم که مادر بیبی مریم است، ای چی میگه؟ خانم عمران ای هم ببینین به کی پناه میبره؟ موحد است. قرآن قصه موحدین وقتی میگه میگه و اینی اعیذها بک، من ایره پناه میتونم به تو پروردگارم. خب خود بیبی مریم ای هم یک دختر موحد، ای چی میگه؟ قالت اینی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اینی اعوذ بالرحمن، من به کی پناه میبرم؟ به رحمان، به ذات رحمان. پس اینجا موحدین کلش پناه به کی میبرن؟ به الله میبرن. نه به موره پناه میبرن، نه به تار پناه میبرن، نه به قبر پناه میبرن، نه به سنگ پناه میبرن، نه به چوب پناه میبرن. کلشان سعی کنین موحدین که در قرآن آمده چی است. و دوم قرآن عظیم شان چی میکنه؟ صراحتا امر کرده. امر در قرآن که است دلالت به چی میکنه؟ به وجوب، که واجب است. وقتی که قرینه مانع نباشه و اینجا کدام قرینه میگه قل بگو ای پیغمبر، امر میسته سرش که بالای تو واجب است، لازم است. و در عقیده وقتی که یک چیز واجب شد سر انسان مخالفت با او شرک است و کفر است. قل اعوذ برب الفلق، ای پیغمبر بگو، برای پیغمبر یاد میتم بگو اعوذ برب الفلق. باز برش میگه قل اعوذ برب الناس. باز برش میگه فاذا قرأت القرآن، وقتی که قرآن میخواندی چی گفت؟ فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کلش ببین چی است؟ استعاذه و پناه جستن به قرآن عظیم شان است. و قرآن عظیم شان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من حیث اسوه و رهبر و راهنما برای ما و شما معرفی کردن. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. پس اسوه ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در چی اسوه ماست؟ در کل شون زندگی و در رأس از او در مسائل اعتقادی. رهبر ما، راهنمای ما کی است؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث متفق علیه که صحیح بخاری و صحیح مسلم او را هر دویشان یک جای روایت کردن، چی میگن؟ عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم، میگه ابی هریره رضی الله عنه میگه نبی کریم صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ قال تعوذوا بالله، پناه بجوین به الله. امر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. قرآن میگه از الله اطاعت کنین و از رسولش اطاعت کنین. الله میگه که پناه به الله بجوین، بر کسی دیگه نجوین. و رسولش هم میگه تعوذوا بالله من جهد البلاء. رسول اکرم صلی الله علیه و میگه شما پناه بجوین به الله من جهد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتة الاعضاء. پناه بجوین از مشقت سختی بلا و از رسیدن بدبختی و قضای بد و شماتت دشمنان، که دشمنان بر غم شخص شادی میکنن. میگه با کل از کل به کی پناه ببر؟ به الله پناه ببر.
در حدیث دیگه که امام مسلم رواه مسلم، امام مسلم روایت میکنن، میگن ابی عبدالله عثمان ابن العاص رضی الله عنه انه شکا الى رسول الله صلی الله علیه و سلم وجعا یجده فی جسده. میگه یک نفر یک دردی در جسد خود داشت. سبحان الله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برشان چی گفت؟ این میگه یک دردی داشت در وجود. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر چی گفت؟ دع یدک علی الذی یعلم من جسدک. دست تمان در کجا؟ در جایی که درد میکنه. سعی که یه حدیث شریفه. یک نفر آمد که یا گرده ما یا میده ما یا سینه ما این درد میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و دست خودش ماند یا این گفت تو دست تبان؟ او را گفت نه؟ حالا در افغانستان چی گپ است؟ حالا میگه تا قرآن شریف فلانی شخص نخوانه نواسیش پول بابا که مستم. پیشمرگان تو میگه قرآن تو بخوان که تاثیر داره. من تاثیر در قرآن است یا تاثیر در من؟ عقیده از اما تو برای من نشان میده که نه در تو. شفا در قرآن است یا در من؟ در قرآن است. پس اگر تو قرآن بخوانی با قرآن خواندن ما چی فرق داره؟ چی فرق داره؟ اگر عقیده ما و تو یک چیز است. اما ما میگه نه تو باید بخوانی. یعنی مشکل است. از این خاطر وقتی که شخص آمد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، تو بیا قاری صاحب، انت یک کس آمد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اینجا استاد شد، گفت که مثلا ما کدام جایم درد میکنه. حالا اگه ما مردم افغانستان باشیم باز من تو مرد تو دگردید باش من دست خدا بانم امی جیت است. چطور است؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که دستت کجا؟ بان دستت کجا درد می عینه قسمت. گفت دع یدک، بگذار دستت را. دست کی را گفت؟ آل دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیاد مبارک است یا دست صحابی؟ از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. لکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم عقیده درس میده. با وجود که شخصیت عالی داره لکن عقیده درس میده. مردم موحد تربیت میکنه. ما میخوایم که مردم برای خود کمپاین بکنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت دع یدک علی الذی یعلم من جسدک، بگذار دستت در جایی که از جسد تو چی داره؟ درد داره. و قل، و خودت بگو بسم الله ثلاثا، بگو 3 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا. چند مرتبه بگو؟ 3 مرتبه. و قل 7 مرات، و بگو 7 مرتبه اعوذ بعزت الله و قدرته من شر ما اجد و احاذر. خودش رواه مسلم. اعوذ بالله بعزت الله و قدرته من شر ما اجد و احاذر. پس رسول اکرم صلی الله علیه و برازی خودش برازی یاد داد. پس این درس عقیده هست که دست ما با دست ازی و زبان ما با زبان ازی فرق نداره. خودش وقتی که بخوانه و عقیده خودش است خودش میتونه. پس چرا وقتی که طفلت مریض میشه چرا سوره فاتحه را سرش خودت نمیخونی؟ اگر به سوره فاتحه عقیده داشته باشی نیاز نداری که باز تو 3000 پر کرا بکنی بری در غزنی و اونجا در زیارتی ازو و در اونجا خدا پرتی. تا بال چند نفره اینمی نفره که در جلابات هستن که به نام دیوانا میگن چی میگن میالی بابا، چند نفره کشتن در کابل و فامیلشان قاتل است. من خودم هم میشناسم، یک فامیل میشناسم که خانم پیچ سفید بردن برشان گفت که ببر در زیر خانه ایره پرتو و 40 روز ایره نان خشک مشم کته مرچ بدین چی بدین. او بیچاره را از کمبود ویتامین و از گشنگی کشتن. دیگر زن مرد رفت. یکی دیگه تفلکش دیوانه بود چی بود، ببر در زیر خانه ایره قلف کو و در تاریکی خانه و برش نان خشک مشم کته مرچ بدین یا کته چی بدین، کل غذاها را سر از او قطع کردن مرد. فامیل ازی در جمله قاتلین هستن و در روز قیامت و همین کسایی که در اونجا در میالی است در کجا هست و کلش قاتل است. این قسم نسخه‌ای که میده که 40 روز یک مریض ببر در زیرخانه در تاریکی و طفل از ترس در زیرخانه میترسه میمره. میگه در یک زیرخانه که تاریکی باشه و در او چیز است در اونجا او را قلف میکنن و باز برای او غذا هم نمیتن و 40 روز کی برش گفته
این عقیده از کجا گرفتین مردم افغانستان؟ این عقیده اسلام نیست، این عقیده قرآن نیست، این عقیده پیغمبر ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیست. این عقیده اهل گرنگ است، این کسایی که مخالفت میکنن با قرآن و حدیث. این عقیده را از اندوها گرفتن که در زیر خانه مردم ببرن. چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگفت. او کسی که مریض بود گفت که دع یدک علی بان دست در کجا بان؟ دست راست بان. در کجا بان؟ در جایی که کجای درد میکنن. همینجا ایناله گفت خودت دست اینجا بان و این دعا را بخوان. پس از اینجا درس میگیریم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودش بر از اون نفر میشه بس این درس داد. و عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه، سعد بن ابی وقاص، این هم حدیث صحیح البخاری هست. او مردم ما ختم صحیح البخاری داریم، ما دوره صحیح البخاری داریم. صحیح البخاری چه قسم دورهش داری و ختمش داری که با تطبیق صحیح البخاری مخالف هستی؟ این حدیث صحیح البخاری. نه ما والا تیسیس هم تو خوانده رفتیم چی کردیم تا که مثل همین ختمای شوای همین در رمضان است. چند ختم کردیم؟ یکی با میگه ما در یک شب ختم کردیم، در یک جای میرسه مثلا در یک شب 30 سپاره میخوانم، در یک شب 5 سپاره میخوانم، در یک شب 7 سپاره میخوانم. کدام ایدی از کجا گرفتین همین شب 5 سپاره و 7 سپاره قسمی میخوانین و این قسم بربرک واره کجا خواندین مثلا؟ یعنی پیغمبر کرده اده خلانا پیش خود پرسان بکنه. مسلمان کسی است، موحد کسی است، ثواب کسی حاصل میکنه که در نقشه پیغمبر باشه. این کسایی که از نقشه پیغمبر برآمدن برای خود سیستم را جور کردن، این میگه هر قدر زحمت بکشه ثواب مواب نداره، هیچ ثواب نداره. یک سپاره بخوان درست بخوان، یک ختم بکن درست ختم بکن. آیه در نماز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بین تراویح در حالی که میخونه که میگم لا تسال عن طولهن. ام المؤمنین میگه وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صلات میخواند، تهجد یا نماز مثلا تراویح، میگه رسول اکرم صلی الله علیه و نماز میخوان که لا تسال عن طولهن، میگه سوال نکو از که چقدر طویل بود، یعنی قدر طویل که شاید 11 بشه و 12 بشه. رسول اکرم صلی تا 11 بشه و 11 و نیم بشه 8 رکعت تراویح را میخوان. ما تو 20 رکعت آمدیم در چند دقیقه 8 و نیم شروع میشه، وقت داخل میشه چند بجه؟ همین شما سعی کنین این ساعت‌های الفجر چی میگن؟ ماشین بعضی کسا را که هر چیز برشان بگی دیگه میگه چیز ندارم. در ساعت الفجر امشب ساعت 8 و 48 دقیقه خفتن داخل میشه. چند داخل میشه؟ 8 و 48. این امروز بعضی مسجدها سمیل 8 و نیم بجه نماز خفتن چی میکنه؟ شروع میکنه. چند دقیقه قبل از شروع وقت هنوز سرش فرض نشده، وقت فرض خلاص کرده، هنوز وقت داخل نشده. والا من نمیفهم دیگه کی کدام فتوای دیگه هست یا چطور است. یعنی 15 کم 9 هم اگر بخونی نماز درست نیست، باید دکم 9 شروع کنی نیت به حسابه که این ساعت ها میگه. خب انال عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات. میگه رسول اکرم صلی الله علیه و بعد از هر نماز خود این قسم پناه میجوست به الله. اللهم اني اعوذ بك من الجبن، پروردگارا من پناه میبرم بر تو از جبن، والبخل. جبن انسان جبون کسی را میگن که بسیار ترسوست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله پروردگار ما به تو پناه میبرم از اینمی ترسوگری، والبخل و از بخیلی، و اعوذ بک. سبحان الله که کلش اعوذ بالله، اعوذ بک به الله میگن. اما ما متاسفانه یکی میگه من اعوذ بتار، من پناه میبرم به تار، در گردنش چی خود انداختم. دیگه میگه اعوذ بالانگشتر، در انگشتر. دیگه میگه اعوذ به عمود بین انگشترها که یکی از سرخه کوره چی میگن؟ اعوذ بالعقیق، اعوذ بالفیروزه، اعوذ بالاسپند. راست آفرین. اعوذ دیگهش میگه به اون مورگکی که صدف، اعوذ بالصدف. یا سبحان الله، من نفهمینی عقیده را از کجا گرفتن. و باز بعضی کسا میگی گپای ابتدایی است. نفر در شرک مبتلا میشه برش میگی چی است؟ یک گپی
ابتدایی نیست و برادر. خب رسول اکرم صلی اللهم انی اعوذ بک من الجبن والبخل و اعوذ بک، و پناه میجویم به تو یا الله من ان ارد الى ارذل العمر، که من به ارذل العمر تو پیر شوم که دیگه بیخی اما تو خوش چوبار ماندیم دیگه هیچ هم حرکت کردن. و اعوذ بک من فتنه الدنیا، و پناه میجویم از فتنه دنیا. و اعوذ بک من فتنه القبر، یعنی از کل چیزا رسول اکرم صلی الله علیه و به الله چی میکنه؟ پناه میبره. و اینو میگه 2 بار صلواتی بعد از هر نماز خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به الله از این چیزا پناه میبرد. عن عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها چی میگه؟ این هم حدیث صحیح مسلم است. حدیث صحیح مسلم است. چی میگه؟ میگه افتقدت النبی صلی الله علیه و سلم ذات لیله، میگه یک شب ما رسول اکرم صلی الله علیه و گم کردم، دیدیم رسول اکرم صلی الله علیه و نیست. فتحسست، میگه در طلبش برآمدم. کجاست نبی اکرم صلی الله علیه و فاذا هو راکع او ساجد، رفتم که رسول اکرم در حالت رکوع بود یا در حالت سجده بود. یقول، چی میگفت رسول اکرم صلی الله علیه و رسول اکرم صلی الله علیه و به خاطر که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها استراحت است، اذیت نشن. سبحان الله، چی پیغمبر ما و شما داریم، چقدر بر ما ادب یاد میده. بعضی کساس نه میای صاحب که می خانه آمد از نماز خفتن، خانمش استراحت است، آخ تاف دروازه را دم دم، وقتی که به نماز بخیزه صاحب افتاور دم دم کل خانه. سعی که ادب یاد بگیریم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها از خواب میخیزه، میبینه که پیغمبر صلی الله علیه و در خانه نیست، در بستر خوابش نیست. میخیزه بیرون میبره، میره میگه فتحسست، من جستجو کردم فاذا هو راکع او ساجد، رفته قرار ده گوشه استاد است و عبادت الله را میکنه، رکوع سجده. و چی میگه؟ سبحانك سبحانك و بحمدك لا اله انت. و فی روایت فوقعت یدی علی بطن قدمی، البته چراغ گل بوده. بی بی عایشه میگه تو مخکې رفتم که رسول اکرم صلی الله علیه و من نیافتم، میگه دستم دمو پایش در قدمش دست ما خورد. و هو فی المسجد، و او در مسجد است. و هما منصوبتان، میگن پایش هم نصب چی بود، نه در حالت سجده است. خب اعوذ برداک من سخطک، ما پناه میجویم بر رضایت تو از خشم تو. و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رواه مسلم. این هم حدیث صحیح مسلم است. ایناله این کلش چی هسته؟ و نقطه دیگه که مستعاذ منه از چیزایی که انسان پناه میجویه. ایناله از کدام چیزا انسان پناه میجویه؟ در آیات و احادیث از چیزایی که ما با الله پناه بریم. اول پناه بردن از شر تمامی مخلوقات، مثلا میگی و من شر ما خلق، از شر هر چیزی که خلق کردیم الله به تو پناه بریم. پناه بردن از شر شب تاریک آمده. و من شر غاسق اذا وقب، پناه بردن از شر جادوگرانی که در تارها پف میکنن. و من شر نفاثات فی العقد، یعنی تارها جادوگرا چی میکنن؟ در تار گری میبرن و چف میکنن. از این هم به الله پناه بریم. پناه بردن از شر انسانای حسود. و من شر حاسد اذا حسد، این در سوره قل اعوذ بالفلق و قل اعوذ برب الناس، از این چیزا این پناه به الله برده شده. دیگه انسان از اون مرضهای مختلف و از چیزهای دیگه که چی میشن پناه میبرن. الفاظی که پناه برده شده اللهم آمده، اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنه المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنه المحیا و فتنه الممات. این هم حدیث صحیح بخاری است. در با لفظ اللهم رب جبریل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من کذا اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. اینی کلش در احادیث یا حدیث صحیح مسلم است. در اینی آمده که ما و شما ان شاء الله تعالی الله توفیق نصیب بکنه که وقت پناه میبریم فقط به الله پناه بریم. و در پناه جستن، اینه پناه بردن که است موضوع بسیار دقیق و مهم و خطرناک است. اگر به زبان
بر خودت پناه میبری و یا کس دیگی را پناه میتی. اینال اعوذ، ما خودم پناه بردم، میگه اعوذ، ما پناه میبرم بالله، به الله. و تعویض چی را میگه؟ عوذ یعوذ تعویذا، یعنی پناه دادن که یک کسی را به یک کس دیگه پناه میتی. پس اینال وقتی کس تعویض نوشته میکنه، آنچه که در تعویض نوشته میکنه به اون کس را چی میده؟ پناه میده. اینال خطر تعویضات چی است که 90% تعویضاش در او شرک است. چرا در این شرک است؟ یا پناه به ملائکه میده. شما تعویضا را باز کنین، نشست یا جبرائیل یا میکائیل، پس این به کی پناه داد؟ به الله پناه داد یا به جبریل؟ جبریل مخلوق است نیست؟ پناه بردن به مخلوق شرک است نیست؟ است. در بعض تعویضا پناه به پیغمبرها هست، یا محمد یا اسماعیل یا ابراهیم یا فلان. پناه به کی داده شد؟ به خالق داد یا به مخلوق؟ به خالق داد یا به مخلوق؟ نام محمد، ابراهیم، اسماعیل مخلوق هستن یا خالق؟ مخلوق هستن. پس این پناه به مخلوق داد، این هم شرک است. بعضیا پناه میتن به جنها و شیطانها. در بعضی تعویضا واس کردیم، نشست یا شرطتوس، مرتتوس، خرتتوس، گوتتوس، انترین. این پناه به چی هست؟ شرک است نیست؟ خب این شد شرک. همین تعویضی که مردم میرن از اون دعا میگیرن. اون دو به کی عقیده داره؟ اون دو به بگوان عقیده داره، به رام عقیده داره، به گو عقیده داره، به مار عقیده داره، به رام عقیده داره. بعضیشان مشپرستا هستن به او عقیده. خب کل از این مخلوق است نیست؟ پس کسی که پیش اون دو میره، اینه به کی پناه داد؟ به بت پناه داد نداد؟ شرک است نیست؟ شرک است. این حال اکثر تعویضا. و 5% از یا و باقی مانده از یا به حروف ابجد نوشته میکنه. این هم یکی از بابهای جادوست. یک تعداد کمی هستن که در او قرآن نوشته میکنن. در تعویض چی نوشته میکنن؟ لکن نوشته کردن قرآن مشکلش چی است؟ که این قرآن در کجا میبره کت خود؟ در تشناب. پس این بیادبی به چی شد؟ به قرآن. از این خاطر هیچ روایت صحیح نامده که صحابه کرام قرآن در کاغذ نوشته کرده باشن و در گردن کس آویزان کرده. تعویض صحابه خیلی چی قسم بود؟ خواندن با زبان. با چی بود از صحابه کرام؟ از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم؟ با زبان. سوره فاتحه را خواندن، قل اعوذ بفلق خواندن، قل اعوذ برب الناس خواندن، بعضی دعاها و یارسی را خواندن. اما در کاغذ روایت صحیح این بعضی علمایی که اجتهاد کردن و بعضی علمای محترمی که در بعضی کتابا شما میخواین که اجازه دادن، اونا از باب چی اجازه دادن؟ فقه. اما از نگاه عقیده علمای عقیده اجازه نمیدن مطلقا. از نگاه عقیده خطرناک است. از نگاه عقیده خطرناک است. چرا که او پناه دادن میایی به مخلوق شرک است و یا بی‌ادبی میایی به کتاب خالق. پیش یک نفر میریم باش میگه والا صاحب امی سر قبر پدرم بسیار مورد دوست دارم، سر قبرش میخوایم که امیر سمت بکنم. از نگاه فقهی سمت کردن قبر نارواست، دیگه سمت نکن. خب از نگاه عقیده سمت میکنن و باز دستر از اون نشته میکنن سوره های قرآن. این چی مشکل پیدا میکنه؟ مشکلش این است که به قرآن بی‌عزتی است. شما در می قبرستان ها صبحکی وقت برین. من یک روز صبحکی وقت سر یک قبرستان تیر شدم، دیدم که امی قبرهایی که در می سنگ ها سوره ها نوشته است، در می سر قبرستان یک 12-13 دانه سگ می دویدن و هر کدام پای خود بلند میکرد و در سر نمی نوشته میرم که آیت الکرسی نوشته است. این کار اگر یک هندو بکنه میگیم کافر شد. این کار اگر یک امریکایی بکنه میگیم مرتد است، مظاهره میکنیم. اما این کار کی میکنه؟ این چی شد؟ اینمی نفر
پروا نداره. بی‌ادبی به قرآن پروا نداره. بی‌ادبی به قرآن پروا نداره. ولی متاسفم از این خاطر شما، چون شما درس عقیده میخونیم، از این خاطر زیادتر فکر خدا در این مسائل از نگاه فقهی نه، از نگاه چی؟ عقیده. و بعضی علمای محترمی که در این قسمت ابراز نظر کردن و جواز میتن، برش میگیم که عالم صاحب محترم جزاک الله خیرا، تو از نگاه فقهی این مسائل ارزیابی کردی، یک مرتبه خود زحمت بده از نگاه اعتقادی ایره چی کن؟ ارزیابی بکن که نوشته کردن قرآن شریف در بین کاغذ و ایره در گردن طفل انداختن و این طفل را تشناب روان کردن از نگاه عقیدتی. اگر میگی که نه ولی یک سوره قرآن با کل قرآن فرق داره، اما اگر میگی نه یک آیت قرآن هم قرآن است و کل قرآن هم قرآن است، پس وقتی که ما بی‌ادبی حق نداریم در مقابل کل قرآن بکنیم. خب دکتر سه بعضی اوت استدلال میکنن، میگه والا میره نوشته میکنه پوش چرمی میتیش. چی میتن؟ پوش چرمی بتیش یا پوش آینی. آیا اگر یک کسی قرآن شریفش پوش چرمی باشه یا پوش آینی بده اجازه داره که بره داخل ببره قرآن در تشناب؟ خیلی وقتی که قرآن اجازه نداری، آیا یک سوره قرآن اجازه داریم؟ یعنی در مسائل اعتقادی بعضی گپا دقیق است تا که آدم صحیح سر از او فکر نکنه و تا وقتی که کتابای عقیده را در این باره درست باز نکنه و احادیث درست نخوانه کلشه، بعضی چیزا رو که آدم از پیش خودت فکر میکنه عادی است. مثلا من یک کس رو شنیدم در پیش پل خشتی شیشته و در یک ورق زرد کلان قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، سوره فاتحه، آیت الکرسی یا را نوشته کردن. باز یک چند تا دستاست که من چه دستای شیطان است، دستای ابلیس است، دستای بابا کلانش است، از کی است اون چند تا دستا هست وارامی قسمی قسمی در اون بغلای چیز کرده و باز یگان عکس دگام ده است که ماشیم چی است. خب مقصد یکی از چالای جادوگرایی است که قرآن کت کفریات چی میکنه؟ گت میکنه. این آیت الکرسی شما سعی کنین خوب دقیق. باز طرف یک عکس تصویر شیطان است. انال قرار دادن آیت الکرسی در پالوی تصویر شیطان بی‌ادبی و قرآن شد نشد؟ از این خاطر مردم که ظاهرش سهل میکنه میگه اون قرآن شریف است، خیلی عکس شیطان شد در پالوی ازی است. این چاله جادوگرا میکنن که قرآن توهین کنن. خب باز برای چی میگم؟ میگه این قرآن شریف ما گرفتم در بین از این پوشک بیادرای عزیز، این در پوش آینی بیتی یا در چرم بیتی پروا نداره در تشناب بریم. اینمی تعویضگر جادوگر فالبین خانه خراب امی فتوا را که میته به اساس چی میته؟ در نظر از او پیسه هست که تو را قناعت بده و پیسه تو چی کنه؟ در جیب خود پرته. اما آیا این قوطیک آینی خب خیمه میرم یک قرآن شریف هدیه میکنم و برش یک پوش چی میسازم؟ چرمی و سر از یک پوش آینی و این دست خود میگیرم میرم به تشناب، اجازه دارم؟ نه. خیلی وقتی که قرآن اجازه ندارم، یک آیتش یا دو آیتش یک سورهش اجازه دارم. از این خاطر درس عقیده اینی اهمیتش است. اینال کسایی که در حلقات درس عقیده نمیشینن و ما برشان میگیم این امروز درس 41 بود، این نمیشینه و این گپا رو یاد نمیگیره، دیگر روز که در روز قیامت میخیزه 10,000 رکات نماز و 5 میلیون رکات فرض و 5 میلیون نفل و اینقدر روزه، لکن ملائکه می عزیزش میگیره که شما سه برین در صف مشرکین. چرا؟ تو به تا عقیده داشتی، تو به عوض الله و موره پناه بردی. او برادر من نمیفهمیدم والله برای من کسی نگفت، این ما ملا که اصلا هیچ برادرم حق نمیگن. ما برش میبینیم پروردگار ما صاحب این 41 درس عقیده را آوردیم، اینمی نفره که ما میبینیم در 41 درس در یکی شوام شوقکی آمده روزی که ختم نداشته و خیرات نبوده و میمانی نبوده. کدامش اهمیت داره؟ درس عقیده یا میمانی؟ نه، بر مردم افغانستان میمانی. اگر میمانی بود بسیاری دوستان که من میگم چرا نمی؟ والا صاحب یکی از دوستای ما خبر کرده بود، والا یک جای یک ختم بود، والا یک جای خیرات بود، والا یک جای یک میمانی بود. به خاطر از میمانی درس عقیده را ترک کرد و کلمات مهم عقیده از پیشش فراموش شد و ماند از پیشش.
و خطرش چی است که در عقیده لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک آوردی تمام اعمال تو چی میشه؟ از بین میره. لئن اشرکت لیحبطن عملک. و این بسیار آیت بسیار خطرناک است. یحبطو از بین رفتن است. این نگفته یحبطو عملک، گفته لا، تأکید است، حتما. نون توکید ثقیل است، یعنی بسیار بسیار بسیار. اگر شرک آوردی اعمالت از بین میره، حتما از بین میره، بیخی از بین میره. خیلی شرک چی است؟ اینمی چیزای عادی است. از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و صدیق چی گفت؟ گفت شرک است. این گفت از امو دبیب نملام کرد، از مرشکای خوردم کرد. گفت بسیار یا کوچک است که در جان آدم سرایت میکنه و نمیفهمه. حالا چقدر مردم تار در گردن خود میپرته؟ از نیست. از هندوستان رفته، از اجمیر شریف و از کجا اونجا خوندوا در گردن، از چی میگم، مردم از اونجا بیچاره خوندوا رو که دیده یا متاثر شدن، یا سای میرن در گرد قبر همون کارو میکنن. فلان نفر تار آورده. چقدر تار آوردن؟ والا یک چرخی گودی پران بازی را تار آورده. برای چی؟ گودی پران بازی میکنن؟ نه که بری برات یک چارق قیچی کده میره در گردن. از این شد ببینید 100-200 نفر این نفر از هندوستان آمده، 100-200 نفر دیگر صاحب در این شرک مبتلا کرد، تار در گردنش انداخت. دیگه چی آورده؟ والا صاحب یک کس رفته عین سعودی شرکیات میارن. یک آجی صاحب کتما بود، خدا او را انصاف بده، همین هر کس که پیش میامد الله برو یک 100 متر چیز بخر، سان سفید، 1-2 توپ سان بخر، بازی رو بر او زمزم ترش کن، بازی یک جای چی هست برو سر تپه و روار کن که خوش شوه، بازی رو بگی که رفتی در وطن بر هر کس 30 متر کفن آب زمزم دار بده. باز ما چی میکردم؟ میگه خوب مثلا میکرد باز ما استاد کردم. میفهمید برادرای عزیز، امی ابو جهل، ابو لهب، امیه ابن خلف، یا کلشان در مکه که زندگی میکردن دیگه او نبود. کدام او بود؟ او زمزم بود. آیا آب زمزم ابو جهل نجات میته؟ ابو لهب نجات میته؟ گفتم اگر گناهگار باشی، ملائکه با بسیار احترامی که به آب زمزم دارن، اونجا که رفتی کفنکت میکشه، او رو دمه خویزان میکنه، باز گرز آتیشی رو میگیره، خوب زدن میکنید اما تو پخته، باز میگه برو نال کفنکت بپوش. از خاطر احترام بکی به آب زمزم. باز هر روز میگه من مسئله میکنم این استادای مسئله من همیشه خراب میکنن. او برادر قسمی مسئله نکو. آب زمزم شفا هست برای مؤمن. عقیده داشته باشی، بنوشی، بگی پروردگار توسط آب زمزم اول داخلت با لا اله الا الله پاکو، عقیده صفا. باز سر لا اله الا الله که آب زمزم نوشیدی بر تو شفا هست. به هر نیتی که می نوشی بر تو امونیتش داده میشه. اما اگه تو اونجا میری، یک قسم بوتگکا هست، تو کلوله برو میرفتن میخریدن. این چی هست؟ میگی پنجه بی مریم است. خب اینو چی میکنین؟ اگر یک زن حامله دار است، باز از این بوتگک بی شفا در قرآن نیست؟ سبحان الله. حتی از مدینه منوره و مکه مکرمه مدیدم، همونجا این بعض مردم ها شیشه بدن، همونجا این چیزا را میفروختن و این بعضی میرفتن از همون میگرفتن و خدا از اونجا شرک انتقال میده. سبحان الله. در حالی که شفا در قرآن عظیم شان است. امو حامله دار کس یکی از نگاه طبی پیش دکتر میبریش، از نگاه چیز سوره ها یا دعاهایی که برای شفا سوره برش بخوان، یا میگه نه قرآن در قرآن نیست، پنجه چی است؟ در یک بوتگک است. عقیده خدا به چی آوردن؟ به یک بت آوردن. از این خاطر خطر از این چیزا در اینی است. از این خاطر دوستان عزیز، اگر کری به نیت شفا پوشیده میشه، انگشتر به نیت شفا پوشیده میشه، اینی تار به نیت از اینکه چشم پاک میکنن، بعضیا تکی سرخ بیرق خلقی ها را آویزان میکنن در سر خانه خود. این چی است؟ والا این تکی سرخ است. این کلش اینی از اعتقادات باطل است. الله سبحانه و تعالی ما و شما را توفیق نصیب بکنه که با آمدن ماه مبارک رمضان تقوا حاصل بکنیم.